در حیاتشان پیامبر صلی الله علیه و سلم به یگان آدم یگان مراتب تومور نوشته نداده. الله تعالی در یگان جای قرآن نگفته است که فلان آیت گیریتونو نوشته به کودکاتان یا به یگان کس نوشته تیتان یا خاصتا با پول بفروشتان، گفتگی آیت نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم نکردن، به یگان کس توصیه هم ندادن، علما هم نمیکردن. کنی یک دلیل بیارید که امام اعظم عقل منه از پیغمبر کنه میتونه آورده، از قرآن کنه میتونه. یا آیت بیارید که امام اعظم به مردم آیت نوشته داده، تومار نوشته داده، ایوازش پول میگرفتن. بیارد یگان کسی میخواد گپ که من امام اعظمم تومار نوشته میدادم با آدم با پول میگرفتن. خیلی گپی ما نگرید، گپی امام اعظم گرید. خیلی در کجا می کارا کردین؟ شریعت به پول درس میدادن. برای قاضی ابو یوسف هر روز برای درس و اشتراک کردگیش 2 درهم پول میدادن. یعنی از طلبه ها پول نمیگرفتن، پول میدادن. تومار نوشته داده حالی اون طرف است. بعد شریعت ما رو به این چیزا امر نکرده است. به تومار تکیه کرده نمیشه. اگر چی به آیت قرآن هست، لیکن ما برای چی باید تکیه کنیم؟ به الله تکیه میکنیم. بله درست است که به سخن خداست، لیکن برای چی پیامبر صلی الله علیه و سلم مکمل ترین خلق یگان آیت برداشته نمیگشتن قطعشان؟ کسی اگر برداشته میگشته نمیشه حفظ کند قرآن، از خود کند در داخل دلش. یعنی این چیزایی که دلیل نیست برادرها. بله مثلا فلان داملو کرده است، فلان عالم کرده است، همین خیلی کارا کردیان، لیکن قرآن نگفته است، حدیث نگفته است.